من خود که کارمند دولتی هستم، بین زنان دهقانان، بین اهالی بسیار رابطه زیست دارم. از احوال آنها باخبر هستم. در بسیار اویله ها هستند، اویله هایی که امروز از اونی که فرزندانشان به خارج کشور رفته، آنها را به راههای بد بردن، به راههای نافهمی بردن، عذاب میکشند. بسیار مادران آب دیده میریزانند. بسیار مادران، هیچ مادر نمیخواهد که فرزند او به راه افرادگرایی رود. بسیار مادران خواهان آنند که فرزندشان به راه راست روند، به راه روند که جامعه بلند شود، به راه روند که زندگی آسایشته داشته باشند. ولی صد افسوس که امروز جوانان ما ممکن از اونی که خوب نمیدونن زندگی رو، ما زنان رو جمع کردن، از همه ساحه‌های مختلف ما رو جمع کردن و به هر یکی ما فهمانده داده ایستادن که همین راه‌های افرادگری به کدام راه‌ها میبرد. ما وظیفه داریم که اون چیزی که از این صحبت ما میگیریم با دیگر اویله هایی که از خانه نمیبرویند، با دیگر اویله هایی که شرایط ندارن به یگان جا رفتن، با آنها کارهای فهماندهی خود رو بریم برای آبادانی تاجیکستان بیش زحمت کشید.